سلام بچه ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز اومدیم بازی یه قول دو قول از اسکوید گیم. خب بچه ها، امروز خونه پرامیم. فقط زنگوله پایین و لایک یادتون نره، سابسکرایب هم یادتون نره. اگه این 100 تا لایک بخورین ویدیو، چالش های ترسناک و مرموز و این چیزا رو هم میذاریم. بچه واقعا 200,000 پول اینا رو داره پرهام. بچه ها میتونید از دیجی کالا این یه قول دو قول اسکوید گیم رو سام دوربینو بده. نگاه کن، بیار نزدیکشون بچه ها ببینن. با دیدن دیگه ندی بدید. خب بعد بچه ها بعد اینا میخوایم چالش کبریت هم بریم. الان من باید برم. آره دیگه بچه ها در کنار اینا ما آموزش یه قول دو قول هم میذاریم. آره دیگه بچه ها آموزش کارتای اسکوید گیم هم میذاریم. دیگه خیلی ساده است، همه بلدن. را واسه کسی که بلد نباشه ما میذاریم. این دوتا جدا کنم، واقعا اذیت میکنه. حالا اینا رو ول کن پرام، بریم سراغ کبریت. بذار اینو انجام بدیم. آخریه بگو نشد. بچه زوم میکنم واسه تون ببینید فقط. این رفت اینجا. واقعا عشقه. حالا اینم بریم. خب همش وایساد. این همشو نگرفتیم، دوتاش. خب حالا بریم سراغ چالش کبریت. همین رو بدون اونجا خوبه. خب بریم چالش کبریت. اولین شوهد بازی که انجام میدیم، شوهد بازی اول. نگاه اینو روشن میکنیم و نش به فنا رفت. بابا یه بار دیگه سین یکی در بیاره. یکی در میارم. بگیرش پایین برام. میدونم. خب بگیری میگیریم پایین تا بسوزه. خوبه. فوت کن. فوت اینجوری. حالا با احتیاط. پرام هم در نیاوردی فقط شوبده رو بزن. در نیار. اینم از این. حالا بگی نوکش افتاد. یه بار بزن. باشه وایسه. سلام بچه ها. سلام بچه ها. اینم یه قول دو قول اسکوید گیم. لعنتی. فقط نگاه کنید. میخواد چالش انجام بده. برو. اصلا ما هم نمیگیرم که فکر نکنی چیزو. بذار کمی سرش نیفته. نشد. یه بار. خب چون گوگردش رفت تو دماغم. خب کمی سرشه. اصلا ما هم نمیگیرم. همینجوری پیچ میدم. واسه حال بزن. دیدید بچه ها؟ این یکی از شوهد بازی خیلی راحت و آموزش رو میدیم، میتونید راحت انجام بدید. آره دیگه بچه فقط ویدیوهای دیگه هم میشه گرفت. بعدیش فکر کنم بعدیش هم میشه. شاید بفهمید. خیلیاتون بلد باشید. بعدیش رو فکر کنم دیگه همه بلدید. اینو نشد. کبریت های عوضی. کبریت هم کم داریم. لعنتی. با اینو به زور دزدیدیم بچه ها. مامان بابامون نمیذارن. اول فصل فقط اینو گوش کن. اینو ساختم. اینو دیگه همه بلدن. شوهد بازی حساب نمیشه. بعدی هم اینو تو انجام بده. سامی دوربین رو بگیرم. نه تو انجام بده ببینم. آی سرم خورد به این در کمد پشت اینجا. ببینیم چیکار میکنه. نه واه
بچه همه این شعبده ها رو فقط بس یکی دیگه خودم انجام میدم. یکی دیگه مونده. بگیر من تو اینو. چند تا کبریت داره؟ 3 تا. اگه تو این 3 تا به مشکل بر بخوریم که پدر مادرمون جرمون میدن. کبریت نداریم دیگه. از پایین بزن. نمیشه شکست. شکست بابا. خب بچه یه دونه بیشتر برام واقعی نمونده. نکنیم. تشکر با مگوزو. دیدید؟ اینم از این. اینم شعبده بازی حساب نمیشه بچه ها. اینا رو همچون علکی بیکاریم دیگه. میگن بیکاری ویدیو رو بگیریم. میتونیم چیزم بزنیم. شنیدی؟ خب میتونیم بازی داکچی اسکوید گیم، سنگ پرنده اسکوید گیم، فرفره اسکوید گیم. بچه ما خیلی بازی ها رو خیلی از این چیزا رو سفارش دادیم. روپای اسکوید گیم همه اینا رو من دارم بچه ها. منم ماسکاشو دارم. اگر میخواید که اونا رو براتون بذارم این لایک های این ویدیو رو بالای 1000 تا ببرید. و تا ویدیوهای دیگر خداها فز. عشق منید قلبا. خدا